السلام علیکم هموطنان گرامی، با یک ویدیوی دیگر در خدمت شما عزیزان قرار داریم. هموطنان گرامی، تقریبا یک ماه می شود که ما خارج از ترکیه در افغانستان بودیم. مسیج و پیام‌هایی که شما از طریق واتساپ بر ما روان کردین یا اینکه زنگ زدین میبخشین جواب دادن نتوانستیم. زیاد هموطنان ما درباره ویزه ترکیه از من سوال کردن. هموطنان گرامی، ما کار ویزه ترکیه را نمی کنیم. عموما ما زیاد تیکت فروشی میکنیم. عمدتا کار ما تیکت فروشی است. در قبال از او هموطنانی که به سفارت افغانستان در انقره مراجعت میکنن، فرمایشان خودشان پر کرده نمیتونن یا اینکه با فتوکپی احتیاج داشته باشن، در خدمت اونا میرسیم. قسمی که پیشتر هم اشاره کردیم، ما کار ویزه کاری یا ویزه سیاحتی یا ویزه مریضی را نمیکنیم. تنها ویزه تحصیلی فعلا کم امکان دارد. با ویزه تحصیلی راهنمایی میکنیم. عمدتا کار ما تیکت فروشی است یا اینکه اسناد یا چیزای تحفه‌ای داشته باشیم به افغانستان میفرستیم، از افغانستان به این طرف میاریم به ترکیه یا به کشورهای اروپایی، یا اسناد مدارکی داشته باشیم او را ترجمه و تایید نوترش یا تایید وزارت خارجه ایشان میگیریم. اینم کارها را میکنیم. دوستای عزیز، ما کار ویزه را نمیکنیم. زیاد دوستا از ایران یا اینکه از افغانستان برای ما پیام ماندن که ما چگونه میتوانیم ویزه بگیریم. یعنی معلوماتی که داشتیم در خدمت شما قرار دادیم، در ویدیوهای قبلی دیده میتونیم. ما خودمان نمیکنیم. تا به یک ویدیوی دیگر، خدا حافظ، ناصرتان باشد.